در این ویدیو میخوایم در خصوص یکی از خودروهای محبوب و مردم پسند بازار خودروی ایران در دهه 80 صحبت کنیم. نسل اول این ماشین بر اساس پلتفرم فورد فستیوا از سال 2000 تولیدش توسط کیا شروع شد و در واقع جایگزین همین ماشین همون پراید خودمون تو کره جنوبی بود. اما در سال 2002 یک فیس لیفت روی این ماشین صورت گرفت و همین نمونه فیس لیفت شده از سال 84 تا 91 در ایران توسط سایپا منتاج شد. کیا ریو ماشینیه که یکم میخوایم مشخصه‌هاش رو توی این ویدیو بررسی کنیم. ریو آمد. جوان‌ها میپسندند. خانواده‌ها دوستش دارند. ریو. این یه ویدیوی تبلیغاتی از سایپا برای ریو بود. سایپا این ماشین رو با توجه به شعاری که داده برای خانواده‌ها و جوونا منتاج می‌کرده. از نظر طراحی امروز این ماشین در مقابل خودروهای امروزی‌تر ایران به نظر جایگاه خاصی نداره، اما همچنان طراحی سنگین و محافظه‌کارانه‌ای رو ارائه میده. در نمای جلو توازن درستی رو می‌بینیم. چراغ‌های بزرگ تقریبا مثلثی هماهنگی برای این ماشین کار شده. در نمای پشت هم چراغ‌های شبیه به چراغ‌های جلو رو می‌بینیم. آینه‌های بغل هم طراحی شبیه به چراغ‌ها دارن. در نمای کناری غالباً سادگی به چشم می‌خوره و چیز خاصی نداره. تنها اینکه این ماشین کمی با انحنا طراحی شده و بیرون زدگی‌های قوسی شکلی در دو طرف و روی کاپوتش دیده میشه. کلاً طراحی این ماشین با اینکه در سطح جهانی قدیمیه و چندان چشم نواز نیست دیگه، تو ایران هنوز جای بحث داره، یعنی مورد اقباله. در داخل کابین این ماشین طراحی ما رو یاد چیزی که در پراید یا باقی محصولات سایپا دیدیم میندازه. در بخش‌های داشبورد و درب‌ها همون پلاستیک خشک توسی رنگ دیده میشه که البته به نظر به غیر از شباهت در رنگ با پراید کیفیتش نسبتاً بالاتره. علت توقف تولید این ماشین نبود ایربگ بود. در واقع وقتی قانون الزام وجود ایربگ در خودروها اومد، سایپا خواست که روی این ماشین ایربگ بذاره، اما با مخالفت شرکت کیا این ماشین به همیشه از رده خارج شد. طراحی داشبورد این ماشین خیلی شکل تیباه، یا بهتر بگم مال تیبا رو از روی این زدن. از لحاظ فنی کیا ریو یک موتور 1.5 لیتری 4 سیلندر 16 سوپاپ رو داره. این پیشرانه میتونه 97 اسب بخار قدرت و 135 نیوتن متر گشتاور رو خروجی بده که مقدار خوبیه. اما شتاب این ماشین به نسبت همرده‌هاش خیلی خوبه. طبق اعلام رسمی 11.3 ثانیه 0 تا 100 این ماشینه، اما الان دیگه یه نمونه کار کرده شد 12-13 ثانیه رو بزنه. موقع رانندگی حس خوبی دریافت میکنید. با توجه به ابعاد نه خیلی بزرگ و نه خیلی کوچیکی که داره، کاملا تو دسته و موقع عبور از فضاهای نچندان صاف خیلی حس کوبش رو منتقل نمیکنه. اما سر و صدای بیرون و موتور تقریبا میشه گفت داخل ماشین شنیده میشه. این ماشین از استهلاک پایینی هم برخورداره. حجم باک 45 لیتره و مصرف سوخت اون هم به صورت ترکیبی حدود 7 لیتر تو 100 کیلومتره که به صرفه به نظر میاد. از نظر رفاهی تقریبا میشه گفت این ماشین حداقل امکانات رو داره. در واقع بخش زیادی از امکانات این ماشین مثل آینه بغل برقی، تنظیم برقی چراغ، گرمکن صندلی و چند مورد دیگه ازش حذف شدن. هر چی که توی پراید، تیبا و مثل اینا میبینیم رو سایپا گذاشته اینجا بمونه. البته پنجره های عقبش برخلاف اونا برقی خوشبختانه. ریو ماشین ایمنیه، حالا نسبت به تولیدات امروزی سایپا و ایران خودرو که واقعا بهتره. یکی از نقاط قوتش ورقه های خوبیه که در بدنش به کار رفته و بدنه مستحکم و قوی داره. از مؤسسه یورو انکپ 3 ستاره از 5 ستاره ایمنی رو این ماشین تونسته بگیره. در بازه قیمتی این ماشین حالا مدل مناسب و کارکرد معقولش با چیزی حدود 300 تومن میشه ریو خرید. با این پول میشه سراغ سمن 405 206 رانا پرشیا و سایپا مثلا سمت کویک هم رفت که قطعاتشون به نسبت بیشتره و قیمت قطعات به نسبت ریو پایین‌تر میتونم بگم هست. البته خب ریو هم معمولا به غیر از موارد مصرفیش یه مدل سالمش کم پیش میاد باش به تعمیرگاه برسه. به هر حال این ماشین هنوز برای ما که تو ایرانیم توی این بازه قیمتی ماشین با ارزشیه. مرسی که ویدیو رو تماشا کردید. اگه دوست داشتید لایک کنید و اگه هنوز سابسکرایب نکردید
خوشحال میشم این کار رو انجام بدید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.